آن و حدیث محور است و اینها قرار است تصمیم بگیرند که یک مسلمان چه کسی باشد. خب ما در همین قرآن و حدیث موضوع جنگ بنی قریظه را داریم که در معتبرترین کتاب‌های اهل تسنن و شیعیان بیان شده. 700 نفر را در یک روز، 700 نفر را بعد از اینکه رهبر خود بنو قریظه از بین میره، اینها اسیر میشن. 700 نفر نه، 900 نفر اسیر میشه. از این 900 نفر 700 نفرش در یک روز توسط شمشیر ذوالفقار مولای اول شیعیان علی ابن ابی طالب گردن زده میشه. این مسئله در کجا آمده؟ در کدام کتاب ها بیان شده؟ در کدام صفحات و برگ های کتاب ها آمده؟ خب من میتونم منابع را برای شما دوست بزرگوار یکه بیان کنم. ابن اسحاق، تاریخ طبری، حتی اشارات به این موضوعات شده. دفتر عایشه بعد از پیامبر، برگ 208، صفحه 208. تاریخ طبری، جلد 3، برگ 83. موضوع بنی قریظه. خب بنی قریظه چه کسانی بودند؟ و موضوع غلام های بنی قریظه که پیشوری چشم محمد اینها گرفته میشونن، آیا محمد از جانب الله نبود که میگفت ما قرار نیست بچه های دیگران را بگیریم؟ پاچه هایشان را بلند میکردن، اگر پاهایشان مو در آورده بود میکشتنش. 700 نفر را پاچهش را بلند کردن، گردن زدن. با کمک علی و محمد در خود جنگ در همان چاهی که اونها را میانداختن حضور داشت گردن های بریده اونها را. این تاریخ اسلام هست. محمد را شما از زمین تاریخ ها میشناسین. اگر اینها را ما حذف کنیم، از اسلام بگیریم، دیگر فردی به نام محمد وجود نداره. در قرآن که 4 بار نام محمد آمده و اینها معلوم نیست که اسم هست یا خلاصه این که چه چیزی هست. 4 بار. اما موضوع موسی و افسانه موسی 27 مرتبه تکرار در قرآن آمده. یعنی یک قصه 27 بار در قرآن آمده. اما نام محمد 4 بار در قرآن آمده. در حالی که نام آلت تناسلی انسان 6 بار آمده در قرآن. تنها در چند تا سوره نام آلت تناسلی انسان در چند تا سوره در 6 بار در قرآن آمده. در سوره مؤمنون آمده، در سوره تحریم آمده، در سوره نساء آمده، در سوره احزاب آمده. نام آلت تناسلی انسان. خب چی گفته او را؟ فرج گفته. از آلت تناسلی زن نگفته دیگه، زن و مرد نگفته. در سوره مؤمنون مردها را گفته، در سوره تحریم زنها را گفته، در سوره نساء زنها را گفته. در کل هدف ما آلت تناسلی از زن و مردش را میگذاریم. درست. بله. اما این که موضوع بنی قریظه جلو چشم محمد انجام گرفت، آیا محمد از جانب خدا بود؟ بله. پس چرا غلام بچه هایی که از بنی قریظه داده شدن به اینها، غلام بچه ها، غلام پسرهایی که بودن، اینها را چرا محمد در نزد خودشان برد و اونهایی که حتی شرم‌آور است من اینجا بیان کنم، در خود کتاب تاریخ گفته شده، این برگ‌هایی را که ذکر کردم، پاهایشان را بالا میکردند، شک میکردند که اینها پاهایشان مو نداره، شاید به یک نوع موهای پای خود را دور کرده باشند، موهای آلت تناسلیشان را میدیدند. خب اینها با این غلام ها چی کار میکردن؟ این کارها که جلو چشم محمد انجام میپذیرفت. این که در تاریخ در معتبرترین کتاب‌های اسلام آمده. خب این عمل را در افغانستان انجام دادن، بعدن با ما. خب اگر این عمل از جانب خدا نبود، محمد چرا انجامش داد؟ الله که در قرآن بیان کرده اگر محمد چیزی را از طرف خود انجام بده، ما دستش را میگیرم قتلش میکنم. آیت قرآن داریم. پس چرا وقتی محمد رفت غلام گرفت، غلامگیری کرد، الله دستش را نگرفت و نکشتش؟ این موضوع بنی قریظه را کجا ببریم ما؟ این شرمش را، این ننگش را، این لکه بدبختی را که بر اسلام گذاشته. یک مسئله بعدی در مورد کنانه پسر ربیع که گنجدار سرشناس یهودی بود که دستگیرش کردن، جنگ خیبر را که به یاد دارید. فاتح خیبر علی را میگن، میشناسین که علی کی است. و نزد محمد بردنش. رهبر قوم یهودی را به نام کنانه پسر ربیع دستگیرش میکنن. بعد از اینکه از سربازایش کشته میشه و نزد محمد میبرنش و به خاطری که گنج ها را کجا نهان کرده، پنهان کرده، ازش میپرسن که بگو گنجا کجا هستن.
چون رهبر از گنج ها نزد خودش است و او به زبان نمیاره. خب فرد غیرت داری بوده، شجاعی بوده، نمیخواسته که اینها بگیرن گنج هایش، میگفتن بکشین مرا. خودش بارها گفته که مرا بکشین. محمد او را به دست علی میته تا با مشت و لگد و شکنجه بازگو کنه سرش کجا گنج ها قرار داره. اقرار نمیکنه. پس از آن که همه گنج های گرانبها را مجبور میشه در آخرین لحظات زندگی خود، یک نفر دیگه هم همراهش بوده، اقرار کنن، اینها کجا میارنش؟ دست بسته به دست محمد میتن تا گردنش را ببرن. گردنش بریده میشه. در کجا آمده؟ قضاوت عبدالرحمن صفحه 138، ابن اسحاق در تاریخ، همچنان در تاریخ طبری، قرآن سوره 40 و سوره 48 قرآن آیات 18 تا 20 را بخونین. در مورد شأن نزول امی است. منتهی الاعمال شیخ قمی آمده، دفتر عایشه همچنان آمده، تاریخ طبری صفحه 1825 صفحه 1834. پس از بریدن سر کنانه، پس از بریدن سر این آقا چی کار میکنن امروز؟ زن زیبای او صفیه دختر هی بن اخطب را به نزد محمد بردند که از زیبایی او شگفت زده گردیده بود و بالاپوش خود یعنی عبای بردوش داشت و به محمد گفتن بفرمایینم غنیمت تو. محمدی را به غنیمت گرفت. در جا بجا در میدان جنگ در سیره ابن هشام آمده، جا بجا در میدان جنگ محمد چی زد؟ خیمه زد، 4 تا گارد استاد کرد و سکس کرد با این صفیه بیچاره. شوهرش فقط 1 سال قبل کشته بودن. زنی که شوهرش 1 سال قبل کشته میشه، محمد بالاش رابطه جنسی خود انجام میده و این در تاریخ مقدس شما آمده. آیا افرادی که بعد در افغانستان میآیند این کار را با زنان ما نکردن؟ این کار را با زنان مردم ما در هرات و در قندهار و در کندوز که به نام کهن دژ یاد میشد یا دژ برش میگفتن، دژ فارسیان، نکردن؟ این اعمال را انجام دادن. این اعمال برگرفته شده از صدر اسلام هست، از اعمال پیامبر اسلام هست. اگر اینها برخلاف پیامبر اسلام عملی را انجام میدادن دیگر کارشان تمام بود. این اعمال را که اینها در کشورهای ما انجام دادن، محمد در برابر یهودیان، در برابر یهود بنی قریظه و یهود بنی نذیر انجام داد. شما سوره نساء را بخونین آیه 24، شأن و نزول سوره نساء آیه 24 را بخونین در کتاب‌هایتان، شأن و نزول سوره حشر آیه 5 را بخونین که محمد درخت بریدن را فرمان میده، کاری که طالبان در شمالی کردن. یاد دارین طالبان وقتی شمالی را گرفتن درخت‌های ما را بریدن، تاک‌های ما را بریدن که مردم یگانه منبع درآمدشان تاکشان است، بیاین که ما اینا را ریشه کن بسازیم. تاک‌های ما را بریدن، با درخت دشمنی داشتن. طالبان از کجا گرفتن این امر را؟ از سوره حشر آیه 5. الله گفته درخت ببرید. اگر درخت از دشمنتان است ببرینش. مهمی است که با دشمنتان، به دشمنتان خساره برسانین. اکوسیستم را از بین ببر، طبیعت را از بین ببر. به خاطر چی؟ به خاطر که ما دشمنی دارم. الان میگن طالب مسلمان نیست.